السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. روز سعید جمعه را بر یک شما مبارکباد میگم دوستان. خداوند نگهبان تو باشه که اولش پروردگار، دیمش شما هستی که سبب میشه چونین برادرایی که بر نیاز بر کمک مقصد محتاج هستن ان شاء الله دستگیری میکنه. ان شاء الله هیچگاه مقصد بگیم من گفته ارسا یک طرفه نشدگی هم وقت در باری همچون مسلمان همچون تاجیکی پردیل الحمدلله در باری چنین نیازمندا هستی. رحمت کنه پدر مادر هر یک قدم شما را. الحمدلله با یاری پروردگار و دستگیری شما دوستان عزیز، اکای ادیبه که از کویبیش بود یک هفته پیش بود والله اعلم یک نیم هفته پیش ما یک ویدیوش کردیم در همین کانال ما در سایت اینستاگرام و مثلا یوتیوب هم با وجود خود ما موندیم. الحمدلله تاگی 150,000 اکجانا 150,000 ارسی خیلی ما اچوت سپردن گفته اینجا خدا نوشته که اچوت دیگه نسپره. خیلی الحمدلله برای که سومی که بگیم در کار بود در برادر همون سوم هم خیلی که جمع نشید الحمدلله با هم بدگیشم شگر های 150,000 روسی الحمدلله جمع شد به هم برادر. این برادر خیلی وضعیتش بیزی بود، خیلی وضعیتش بیزی بود. پیش ایجاد دور نگاه کنید چقدر پوهاش ورم بدن. حاضر من افیر کردم گفتم برادرها که کارتاش بمونه. نگاه کنید برادرها چقدر ورم پویی برادر سال 2014 در همین جای یک چی بارا میشه پش سبب شکل خداوند خودش همین سبب میشه که برادر ما فلج شود یعنی معیوب شود از میون پایانش کار نکنه. الحمدلله که رحمت کنه پدر و مادر خواهر عائله‌ش همسرش طولی همین 7 سال میشه چقدر میشه همین خواهر مقصد کمک کرده سوده الحمدلله در بر شوهرش هسته. خداوند چونی زنها رو به هر کس هم نصیب نمیگردونه، یعنی که شوهری صالح بودن و زنش صالحه بودن پروردگار نصیب هر کس نمیگردونه. و همون خاطر حرکت کنه کدومایی که شوهر داره کدومایی که زن داره همه وقت حرکت کنه که در بر شوهرها و زنهای ختم باشه، یعنی که همه وقت حرکت کنه قدر همدیگه رو بدونه. خود معیوب است خود سلامت هست. این سنجش پروردگار به هر راه میشه. خداوند میگه که اگر تو میخوای بنده حقیقی من باشی، اگر بخوای که تو بنده باشی که بخوای من وارد جنت میشم، من تو رو به هر نمود سنجش ها میشم. معیوب بود من فرزند میکشه مقصد گیش نو تش نو به هر راه میسنجه پروردگار که آیا تو شکرگزار هستی. با هم خاطر برادر باید در این حالت ها هم که باشه شکرگزار باشه که اولش خداوند ما را سبب کرد که برادر این کمک که مبلغ سوم جمع کردیم این به همین خراب بالا به سیم کورپس آوردن الحمدلله. و چون این شرایطا در روزش تای 400 سوم میسپاره، هر سوکه 400 سوم. این خیلی سوم کلان است. در 15 روز تای 5-6 هزار سامانی میشه. و هم خاطر دوستان عزیز هست خانه با برادر میتیم با دلش میگم چیکار کردن در کار کردی به این دوری تخبر رسون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا با کل پدران مادران مهربان غمخوار عزیز اکاهان دادران اپان خواهران امیدوار هستم در هر جای باشید یا در وطن عزیز هستید یا در مهاجرت هستید الله مهربان از همه شما راضی باشد. امیدوار هستم که خداوند مهربان کل گذشتگان اول و آخر و رحمت و مغفرت بگرداند. باقی مانده های شما را عمری دراز و تنی صحت و سلامتی نصیب بگرداند. باور کنید پدران مادران اکان دادران اپان خواهران از همه شما من میندار هستم و مینداری خود را میرسانم. الله از شما راضی باشد. پروردگار مهربان آخرت و عاقبت شما را به خیر و سلامت بگرداند. خواهش دارم در حق من بنیاید کمک خوب رساندید، دستیاری خوب رساندید. از همه شما من میندار هستم، چی پدر بود مادر بود اکا بود دادر بود اکا بود خواهر بود الحمدلله یا در وطن عزیز بودید یا در مهاجرت بنیاید کمک خوب بر حق ما رساندید. انشاءالله که در حق دعاگو هستم. انشاءالله اگر بتوانید دوباره در حق ما دستیاری و کمک رساندن. ما آمدیم این حال در قربالا هستیم در سیم کارپس نهم پلتا الحمدلله اینجا طبوباتی داریم. کسانی که میخواهید معرمت و دیدار ما بیاید التماس میکنم. الهی امین خیرات قدم دفع کل بلا. الحمدلله رب العالمین ولا عاقبة المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد و آل اصحابه اجمعین. الله منان و ملیک و حلیم و عظیم، جز ذات تو جز محبوب تو کسی نداریم. الله تو پاک است، دانا است، شنوا است. خاطر تو را دید، خاطر رسول و قرآن اسلام تو در حق ما بنیاید کمک و دستیاری رساندن. الله مهربان از این شخصیت ها راضی باش. چی پدر بود مادر بود اکا بود دادر بود اپا بود خواهر بود
در حق ما بنیاد کمکی و دستیاری رساندن. الله مهربان گذشتگان اولین و آخرینش و رحمت و مغفرت بگردان. الله مهربان باقی مونده‌اش و پروردگار صحت و سلامتی و خوشی نصیب و روزی بگردان. الله مهربان هر مراد و مقصود دنیا و آخرتی دارند و مراد مقصودشان برسان. الله مهربان مهاجران را در مهاجرت برای کار و کشایش کار و تن صحت و سلامتی نصیب گردان. الله مهربان چی برادرها در وطن بودن وطن عزیز پروردگار وطن عزیز ما را تنجی امانی بگردان. الله مهربان از درگاه امیدوار هستم خود دانه هستی و شنوا هستی پروردگار دادرس و بدادی ما تو میرسی. شخصا اکد بابا جان در حق ما آمد کمک و دستیاری رسان. الله مهربان گذشتگان اول آخرش رحمت و مغفرت بگردان. پدر و مادرش عمری با برکت و تن صحت بگردان. فرزنداش هر برادری که بودن پدر بود مادر بود اکا بود دادر بود الحمدلله کمک رساندن یا ویدیوی ما را تا دیگر دوستان و رفیقان و برادران رساندن. الله مهربان از همه یا راضی باش. چه اکا بابا جان دیگر برادرایی که بودن از همهشون الله مهربان راضی باش که بنیهایت به سبب تو به کمک تو به رضاگی تو و ترس تو خدایا در حق ما رساندن. الله مهربان از همه این برادرها راضی باش. الله مهربان آخرت و عاقبت را به خیر بگردان. الله مهربان جنت و فردوس را نصیبشان بگردان. الحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و قنا عذاب حسنة. الله مهربان از این راضی باش. آمین. دوستان عزیز سلامت باشید. کدیبک خیلی سنجش پروردگار. دوستان عزیز ما زبور محکم میکنیم به خاطر که با خواهرای هستن که باید ما ویدیوشو کنیم ویدیوشو پارتیم. من ویدیو رو انشالله امروز جمع میپارتم. اگر کسی که من میپارتم یعنی زبور ما ذکری برادری بودن که در هم کویبیش رفتن به سامانی خدمون یاردمش کردن خواهش کردن که نامهای ما را نگیره اخدار رحمت کنه گذشتگانشون. یعنی که این خیر جاری است خیر مخفی هم است رشاد پروردگار یعنی که خیر بر رشاد هم نشان بده مخفی هم خیر برادر خاص مخفی باشن نامش مخفی بود در نامه امارش انشالله نوشته میشه. همین برادرها مقصد نامروش اکا ادیبک میمونه. ما زبور محکم میکنیم کدمت که اگر بتونی بیا از نزدیک بینش دمی خراب بالا کدمی نمیتونی اگر بخواهی باز میتونی کمکش کنی در کارت خودش. ما کارتش از بلاکی رو نمیکنیم. دوستان عزیز اکا ادیبک خود کارت تا بگو. برادران عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوباره بولانگیچ فامیل نام من است ولی ادیبک حبیب الله. یکی انسان برادرانی هستند که چی فامیل نام کمک و دستیاری میرسانند. تنگیش نمره تلفن من است +992 933 23 23 81. در این نمره واتساپ دارم. کارتم در این نمره سایدینیت کردگان. کارتم دوشنبه سیتی است به نام ادیبک حبیب الله یعنی که میبراید برادران مهربان. تنگیش این نمره کارت از دوشنبه سیتی است. تنگیش نمره ایمان است +992 939 06 01 66. در این ایما دارم. اگر که بتوانید دوباره دست همین کارت در کدومش پریوزنه در 81 در 81 990 933 23 23 81 کدوم کدوم بانک ای دوشنبه سیتی. خوب دوستان عزیز خدا نگهبان باشه. ویدیو درستش بخشی زیاد مقصد ان شاء الله من عمره اکام میمونم. خیلی با خود امان خدا کدوم میتونی از نزدیک بیشینو سقطش با. السلام علیکم.